که آمدن دمو قریه ها، بازی مجاهدین نو پیدا شده بودن، تازه پیدا شده بودن، باز اینا را دستگیر کردن و بسیار مادرم خدا بیامرزش برادر کلان خیش قومون بسیار تلاش کردن که اینا را آزاد کنن، اما متاسفانه آزاد کردن نتانستن. بالاخره اینا را تیرباران کردن و روی دریا کردن. دریای جوی میگن، بسیار یک دریای خروشان است، مثل دریای پنشیر واری هم یک دریای چیز است، سرکش است. در اون دریا انداختن اینا. با 3 روز بعد مادرم رفته بود، پالیده بود در لبهای دریا، بالاخره بچه‌ش یافته بود. پس آمده بود در قریه مردم خواهش کرده بود که شما بیاین من بچه‌م یافتم بریم مرده‌ش بیاریم. اینا که رفتن پس دوباره روی آب کرده بودنش همین مجاهدا. اینا پشت سر مادرم بودن. خب مادرم نمیفهمید، زن موسفید بیچاره گریه میکرده و یک وضعیت عجیب و غریب داشته. تنها بچه ماما و خارزاده ما او را برده را پیدا کردن، مردهشان اونا بردن دفن کردن. اما برادر ما تا هنوز هیچ معلوم نشد چی شد. همین دریا را که میبینم به خاطر با جای از اینکه از دریا خوشم به از دریا بدم میاد. یادم میاد که این دریای آدم خور برادر مرا برد و گم کرد. فکر میکنم باز از دریای جوی به دریای آمو برد و او را مایا خوردن، خدا میداند چی خوردن. یک جوانی 21 ساله 22 ساله را اونا را کشتن. اینا گویا مکتب میخوانن. مکتب خواندن هم جرم بود، متوجه باشه. بسیار معلمین در اون وقت کشتن، بسیار زیاد معلم. این مجاهدین جمعیت گفته؟ این مجاهدا بله، در جای ما خب از دیگر گروه های دیگه نبود، کلش متاسفانه همین جمعیت